اگر قصد پاکستان گرفتن افغانستان باشد شک نکنین که در یک هفته میگیره. او اکنون اهداف مشخصی را به صورت تاکتیکی میزنه تا در واقع همون کسایی را که امنیتش به خطر انداخته اونا را از بین ببره. مسئله خود جنگ دو کشور نیست. پاکستان یک کشور اتمی است. پاکستان ششمین ارتش قدرتمند دنیا را داره. اینا واقعیت های روی زمین است دیگه. پذیرش ازی کمی عقل میخواید و به عقلی که عنصر اصلی سیاست در چندین دهه گذشته افغانستان بوده نتیجه همین فقر و فساد کمی وجدان میخواهد آقای ناجی، کمی وجدان مسائل ملی کمی وجدان میخواهد که متاسفانه شما ندارین. در مسائل ملی شما پای دشمن میزنین. این مسائل شما ندارین. ندارین که افغانستان که خیانت میکنین. بسیار تشکر آقای ننگیال، آقای ناجی، آقای مومن. سپاسگزار هستم از حضورتان.